منطقی. اهرام مصر که یکی از عجایب هفتگانه‌ایه که همچنان هم برای خیلی‌ها سوال برانگیزه، اینکه چطوری ساخته شده و آیا نفرین‌های فرعون و خب این اهرام واقعیه یا نه. و خب خیلی‌ها دوست دارن که وارد این اهرام مصر بشن و خب ببینن که داخلش چی شکلیه و آیا واقعاً میتونیم بگیم اونا رو فضایی‌ها ساختن یا اصلا چیزی به اسم نفرون فرعون ها هم وجود داره یا نه. و خب به خاطر اینکه به این سوالات جواب بدیم، یک بازی اومده به اسم آمنتی که خب یک اثر هیجان انگیز و ترسناکه که خب داخلش داستان یک خبرنگار یا روزنامه نگاری رو روایت میکنه که برای کشف این راز به داخل اهرام مصر سفر میکنه و خب میخواد که راز این اهرام رو فاش کنه. هدف او مستندسازی از بقایای فرعون رودامون و پاسخ به سوالاتیه که قرنها ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. آیا افسانه آمنتی واقعیه؟ اهرام‌ها چگونه ساخته شدن و آیا ارتباطی میان مصریان باستان و موجودات فضایی وجود داشته یا نه؟ بریم که با هم دیگه خب این بازی ترسناک بچا انجام بدیم و خب ببینیم که آیا میتونیم به این سوالات جواب بدیم یا نه و اینکه ببینیم اصلا این بازی میتونه ما رو بترسونه یا نه. و اینم بگم بچا این بازی آمنتی تا الان ترسناک‌ترین بازی سال 2025 اعلام شده و خب این اولین گیم پلیه که من دارم میگیرم، احتمالاً هم آخری باشه مگر اینکه خب کامنت های این ویدیو زیاد بشه. بریم که خب بدون هیچ معطلی این بازی رو انجامش بدیم. خب بریم که من تنظیمات اینا رو درست کنم، یک کیفیت خیلی خوبی ازش بگیریم و خب شروع کنیم. امیدوارم این بازی بتونه ما رو بترسونه. خب سال 1979. بله، منظره زیبا. خیلی دوست دارم اهرام مصر رو واقعا ببینم، یعنی واقعا برم اونجا ببینم. خیلی چیز جالبیه واقعا. چجوری همین رو میتونستن مثلا آدم اون موقع بسازن؟ چیز عجیبیه. خب شروعش مثل اوتلست 1 بود بچه‌ها. اوتلست 1 اگه بازی کرده باشین دقیقاً همینجوری خبرنگاری میخواد بری داخل مثلا یک تیمارستان. شروعش دقیقاً عین اون بود. اگه دوست داشتین که گیم پلیشو بسازم حتما بهم بگین. خب اوتلست 1 هم بازی کنم. خب بریم. منظره کیفیت عجیبی داره. شاید هم چون توی دوربینش مثلا ما داریم نگاه میکنیم اینجوری باشه. به به، این اون روباهای هم خودش بچه دقیقاً تخت جمشید هم همیشه اولش خیلی خوشگله. کلا اهرام مصر همیشه یک جای ترسناکی بوده. اصلا خود همین فرعونام خیلی داستانای ترسناکی داشتن، واقعا خدایان ترسناکی داشتن. نفریناشون مخصوصا، من راجع به نفریناش یه بار دیگه توی یکی از ویدیوام صحبت کردم. توتنخامون مخصوصا. دویدن نداره. خب به دروازه اصلی نزدیک میشیم یا آها، خیلی تاریکه. این شغله رو کنم ما هنوز وارد اهرام هم نشدیم. خب این احتمالاً ورودیشه. و بچه اینم بگم من داخل توضیحات نگفتم، این مقبره که داریم واردش میشیم چند متر زیر زمینه که هیچ کس تا حالا جرئت مثلا نکرده وارد اینجاشه. ما اولین نفریم که همچین خریتی کردیم مثلا توی بازی. بله خب فکر کنم این از اینجا باید بریم. راهش اونقدر ترسناک نیست. به نظر این بازی الکی ترسناک شده. آها میتونی عکس بگیری اینجا. چقدر قشنگ. اینا خونه این.
تو یه همه راه اومدی یک دوربین با خودت نیوردی احمق. خب بعد از اینجا برق روشن کرد 1 ساعت. به خب دقیقاً اوتلست 1 دقیق تا الانش که اوتلست بوده اونجا هم شکلی بود. اولش هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. برقش روشنه. نه بعد بری از اینا 1 ساعت عکس بگیری تا داستان اصلی فکر کنم هنوز خیلی راه باشه. خیلی تاریک بازی، خیلی تاریک. دقیقا یکم به این باش. فرعون. نه یک تابوت. خب از این باید عکس بگیرم. پشمام اینو هر چی که عکس بگیری، عکس ها که تموم شه این قرمز میشه، میتونی اینجا بری. اینجا چه قطع میشه؟ خب چه صداییه؟ چی بود؟ عکسامو نمیتونم ببینم. نه بالاخره چراغ قوه. اینجا نمیتونم برم. پشمام اینا صورتشون برشی رو ماست. یا علی. خب هیچ چیز ترسناکی این بازی نداره. اینجا رو باید یه چیز مثل این پیدا کنم. خب خب مهم نیست داداش. ترانزیشناش خیلی ضعیفه، خوشم نمیاد. دوست دارم سریع بره سکانس بعدی. خب دیگه هر چی جلوتر میریم بازی داره تاریک‌تر میشه. به به چقدر که تاریکی خوبه، چقدر. اصلا بازی ترسناکی که تاریک نباشه بازی ترسناک نیست. من دوراهی بدم میاد. خب بریم اول این طرف. سلام. من به شماها هیچ کاری ندارم. من فقط میخواد اینجا رد شم. اینجا راهه؟ نه. من چیزی نه. خب خوبه دیگه عکس گرفتیم. یا حسین این صدا چی بود؟ چیزی نیست. به به عکسا هنرمنده. مثلا اینجا دیگه چی نداره، فقط مون این طرف. اینجا چیست؟ فقط یه راه موند. خب
سنم اینجا چیه این تو؟ چیز خاصی اینجا نداشت. خب همین بود ترسناکتون. عکس نمیشه از اینا گرفت؟ نه نمیشه. این چیه حاجی پشمام؟ چرا قوت نمیتونی خاموش کنی؟ میرم تو دل ترس. پشمام کجا رفت الان؟ خب همین که راهمونو برامون باز کرد خیلی خوبه. عالی. برای چی هی داریم میریم پایین تر؟ ما باید بریم بالا. بیا اینجا بریم بیرون. خب از سرحال برای چی از اینا عکس میگیری کسخل؟ اینا قشنگه. من اصلا از اینجور چیزای چرت و پرت نمیترسم اصلا. نمیتونیم بریم اون طرف. عجب. انجام نمیتونیم بریم بالا. چیکار کنیم پس؟ اینا راه باز شده اینجا. اصلا مهم نیست اتفاقی پشت من افتاده. اصلا مهم نیست. بازی راه دیگه باز شد. پشما. این راه ها خیلی طبیعیه. این اصلا راه اصلیشونه. خداهاشون هم از همینجا میرفتن. برای همین ما هم داریم از اینجا میریم. این کیست؟ این کیه؟ منم بودم اگه یکی هم چیکار تو خونم میکرد دهنشو سرویس میکردم. برای چی وا کردمش؟ خب برای چی؟ بعد از سقف عکس میگرفتی. اینجا کجای ما را آورد؟ از الان بازی بچه ها دیگه دهنمون گای. اینجا که قشنگه. به
بیدن منطقیه. اصلا کلا بازی بر از کجا رفین آجی؟ به خاطر ما داری تکون میخوری یا یک جای کار میلنگه. اینجا که نمیشه رفت آخر، خدا رو شکر چون تاریک بود. خب یک مومیایی خیلی منطقی این وسط یک خب چیز خاصی نداشت، خدا رو شکر. اینم هست. این چیه؟ صداهای مضحک چیست؟ صدا از کجا بود؟ یا علی کلید. من اینو هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا هیچ دستی اونجا وجود نداشت. این مگه نباید بذاریم اینجا؟ نه نه بیا هیچ کسی هم اینجا نیست. به عالی، غیب شد. منطقی یاد میم پلانکتون افتادم. از اینجوری بعد عکس بگیریم. اینجوریه. اوه بچه ها، سفینه فضایی، چشم جهانبین. از این چشم جهانبین دارش نمیگه، یه چیز دیگه است، مال خدایان شاید. به دیدین فضایی ها سفینه فضایی خیلی منطقی. حالا عکس میتونی بگیری ازش. استخوان عکس بگیر از این بدبخت بیچاره. اینو به این مهمی رو عکس نگرفتی، دوتا مومیایی رو عکس گرفتی. ای خنگی، عقل نداری. اینجا روشن شد. من از این چیزا که اصلا ترسم نمیگه اصلا. خب برگشتیم سر جا قبلیمون که
خب ها نمیذاره از اینجا برم بیرون. به منطقی. الان بعد این دره اینجا چیست؟ ولش کن. نری باید بریم همینجا دیگه چی بودم. منطقی. وای ریدم. پشمام ریخت حاجی. اصلا هیچ انتظاری نداشتم. حاجی. وای مردیم رفتیم به بهشت. وای از این عکس بگیر. وای من کفرم میگیره حاجی. این خبرنگار خیلی گاوه. منطقی. اصلا این بازی سراسر منطقه. چی شد الان؟ به این دفعه دومه فکر کنم مردیم دیگه. منو نمیتونین بترسونین. همون یک بار شانسی بود، اونم خودم انتظارشو نداشتم حقیقتا. خب همیشه میگن صراط المستقیم. مستقیم. ها دیدی از بغل خوندمش ها. نکته حساسی اینجوری که بود متنش اومد. صراط المستقیم اشتباه بود، بعد از سمت راست میرفتیم. چشمه چه سمیه اصلا. خوب همون باس آخر مثلا باشه، مثلا فرار کنه ازش قشنگ میشه. حاجی پشمام. چرا داری راهی که برای درست کردن رو میری؟ چرا؟ یا علی جام که ته نداره اصلا. دیگه الان برای عکاسی اومده بودی، الان باید عکس خودتو بگیری. همچنان الان قیافت دیدنیه. اینجا برای چی پرده داره همش؟ خب به نام خدا. همیشه تو بازی‌های ترسناک بچه‌ها سعی کنین به پشت را برین. وقتی به پشت را برین هر جامپ اسکری باشه اصلا شما نمیترسین. نگاه منطقی بود نه؟ حرفم خیلی منطقی بود. بس نکش اصلا پرده ها مهم نیستن. خیلی هم بفهمم دارم اونجور نگاه میکنمش با دقت. منطقی بود. انقدر من وای ترسیدم. نه ترسیدم، دروغ میگم. نترسیدم، ریدم. این چه هزار توی مزخرفیه. اوه ایلومیناتی. خب دیگه چی؟ دیگه هیچ چیزی نمیتونه تو این بازی من رو سورپرایز کنه. سورپرایز شدم حقیقتا. به چی دروغ؟ بچه ها صراط الچپ یا صراط راست؟ اینجا بسته حاجی. باش بس یا حضرت عباس. فقط یه راه که میگذارن یعنی دهنت سرویس. به عالی.
چشم. این شد 2 بار. این شد 2 بار به خاطر اون بی پدر سگ با قیافش. ریدم. این چشمه آجی باید برم ببینم اینا چی هن این چشما. یه آدم رفته میدونم مال یکی از خدا. اوه پشمام فهمیدم. اینا رو باید فعال کنم. خب فکر نکنم بابا همین بود دیگه. گل مگه نبود؟ مار، چشم، 2 تا صلیب. نگاه این مار، این چشم. ها خب بعدش 2 تا صلیب باید فعال کنی. این 1 صلیب، این 2 صلیب. خب 4 تا شیر باید فعال کنی. اوه اون اونجا چیکار میکنه؟ 4 تا شیر دیگه. خدا. یک دونه گل، 1 صلیب، این 2 تا صلیب. 1 2 3 تا شیر، 4 تا شیر. آخرم یه مار. بابا مار رفتم دیگه. بابا مار رفتم دیگه. این 1 چشم، این 2 تا چشم، این 3 تا چشم، این 1 گل، این 1 صلیب، این 2 تا صلیب. خب حالا 4 تا شیر. 1 2 3 4. 2 تا گل، 1 مار. این 1 گل، این 2 تا گلش، این 1 مارش. ترای 400 خورده ای رد کردی. بعد خیلی هم خوشحالی برای خودت. خب ادامه مسیر. یعنی چی؟ مردم کسخال شدنش. به به بیا. انقدر میگم اینا کار فضایی های. نگاه اینجا دارن بهشون کمک میکنن که چیکار کنن. همون اینجا چیه؟ نقششه. چقدر جالب و زیبا. یه برگه اینجا بود. اینو باشه اینجا. در چوبی شکست. صداها طبیعی شده دیگه. این صداها ما رو نمیترسن. اون یارو هم دوباره بیاد باز ما نمیترسیم. میرینی ساکت. مرگ کسخال دیوانه ای. با داره میاد همونجوری. خیلی چول دستی آقای خبرنگار. افتادیم کجاست؟ اینجا کجاست؟ افتادیم کم اول بازی. بیا جان مادرت. یا علی بچه ها خراب شده راه ما. از اینجا آمده بودیم خراب شده ای که منطق. به در رو با میکنه این پسر. در طلایی. الان دیگه از اینجا رفتیم بازی فینیش. خدافظ. اهرام
ما که فهمیدیم فضایی‌ها دارن اینجا رو میسازن. فرعون زنده است دنبال ما. البته فرعون نیست، این یک چیز اول اسمشو گفتم. فاک اینا رو نگاه. عکس بگیر عکس بگیر عکس بگیر عکس بگیر. نگیر. دوناتا ساختن بچه ها اهرام مصر رو. چند تاین؟ 1 2 3 4 5 6 تاین. پایان خیلی سمی داشت. این که خب ما فهمیدیم فضایی‌ها ساختن اهرام مصر رو و بازی خیلی کم. 1 ساعت هم دقیقا گیم پلی نداشتین، اصلا 1 ساعت هم نمیشد، ولی واقعا دو جا من خیلی ترسوند. خیلی. خب بچه‌ها این بود از این بازی و این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. کل این گیم رو رفتیم از اول تا آخرش. اگه دوست دارین دوباره هم گیم پلی ترسناک بگذارم توی کامنت، حالا اسم اون بازی رو بهم بگین تا خب گیم پلیشو بسازم. و اگرم بچه از این ویدیو خوشتون اومد میتونین چنل رو سابسکرایب کنین، این ویدیو رو هم لایک کنین تا افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو تماشا کنن. و خب بیشترین حمایتی هم که از من میتونین بکنین همین لایک کردن ویدیوه. تا ویدیوهای دیگه خداحافظ همه.